نام خانوادگی؟ نوید فلاحتی. نقش مهمی قرار بازی کنی. باید عاشق بازیگری باشی. توی این مدت باید دور از خانواده‌تون باشیم، با هیچ کس در ارتباط نباشیم. اسم چی بود؟ نوید فلاحتی. فرهاد مدبر. هر روز سری کار باید انجام بدی، می‌نویسم رو کاغذ میندازن تو خونت. من باید چیکار کنم؟ حواست باشه عقب نمونی. اینا همشون بازیگرن؟ نظرت همشون دارن رو کاغذ میخونن؟ حرفای دلشون به هم دیگه رو؟ این هیچ کدوم حرف خودشون نیست. تو هم رو کاغذ میخونی حرفایی که به من میزنی؟ یوسفی گم گشتی باز آید بکن اون غم مخور بال به هزون شود روزی گالستان غم مخور ای دل